در کتاب ادب المفرد امام بخاری رحمت الله علیه از عبدالله ابن ابی اوفا روایت کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ان الرحمت لا تنزل على قوم فیهم قاطع رحم. رحمت الله تعالی نازل نمیشد، مهربانی الله تعالی نازل نمیشد به آن قومی که در بین آنها شخصی هست که با خویشاونداش علاقه را کند است. ببینید حالا قریب در هر یک عائله یک آدم یافت میشد که با یکی از خویشاونداش قهری هست یا دشمنی دارد، نعوذ بالله. خویشاونداش به واسطه یا فالبین های و سحرگرها یا به واسطه بندیت های دشمن ها یا به واسطه کارمندان حفظی حقوق، نعوذ بالله، با آنها خبر کشی میکند و خلاصه ضررش به خویشاونداش میرسد. این آدم لعنتی هست و از رحمت الله تعالی دور هست. همین آدم در کدام جمعیت اگر وجود داشته باشد دعای آنها هم قبول نمیشد و الله به آنها رحمت هم نازل نمیکند. خلاصه امام طیبی چی میگن در همین مورد؟ یحتمل ان یراد بالقوم الذين يساعدون على قطيع الرحم. برای چی اونا گناه نکردین که این آدم گناه کرده است؟ او گناه دیگران چیست؟ اصلا طبق دستور قرآن و سنت الله تعالی جزا نمیدهد به گناه یک کس آدمهای بیگناه را. خب این آدم علاقه را کند است، گناه دیگرها چی که رحمت به آنها نازل نمیشد و دعای آنها هم قبول نمیشد؟ گناه آنها چیست؟ میگن که احتمال است که آنها در این عمل یاری میدهند. یاری میدهند به چی؟ نهی منکر نمیکنند، امر معروف نمیکنند. نمیگن که تو یا آخر 20 نفر یار و دوست هستید، مثلا در بعد شما 19 نفرتان خوب هستید، یک نفرتان یعنی شش آش میخورید، هر هفته صحبت دارید، مثلا یک نفر یا در یک جماعت نماز میخوانید، یک نفری شما با برادرش قهری است یا با دادرش قهری هست. همین 20 نفر یا 19 نفر مگر همین یک نفر نصیحت کرده نمیتونید؟ یا همین 2 نفری که با همدیگر سلام علیک ندارن به زیر یک دسترخوان به نزد یک دسترخوان جمع کرده یک آش کرده مثلا صلح انداخته نمیتونید؟ در بین شما یک آدمی آبرودار نیست که آبروش یعنی تاثیر کنه و دو کس صلح اندازه، یا یک آدمی نصیحتگر نیست که اینهای نصیحت کنه، یا یک آدمی پولدار نیست که یا از نام اینش به اینش تحفه کنه و بین آنها صلح اندازد. یعنی اینها احتمال است که در کندن علاقه یاردم کردن. میگن یاردم کردن به همین معناها هست، یا اینکه انکار منکر نکردن. و یحتمل ان یراد بالرحمت المطر، یا که مراد این است که رحمت نازل نمیشه، باران نازل نمیشه. باران با آن قوم نازل نمیشه، یعنی الله تعالی آب از آنها میگیره، خشکسالی به آنها میدهد که در آنها یعنی کندن علاقه اگر بسیار باشد. خلاصه این شؤم است، یعنی کثافت است. به کثافت گناه یک کس دیگرها هم در عذاب است. وقتی که امر معروف نمیکنید، نهی منکر نمیکنید، یا در صورتی که گپتون رو نمیگیرد دیگر آنها میتونید هجر کنید. 19 نفر اگر با یک آدم علاقه را کند به خاطر آنکه او علاقهش را با خویشاوندانش کند است، از آن آدمی که برادری خود را قدر نمی کند، دادر و خواهری خود را قدر نمی کند، شما را قدر می کند، کنید علاقه را به خاطر آنکه ادب شود، تعلیم شود، وقتی که نصیحتی شما را نمی گیرد. در این صورت شما علاقه وظیفه خود را ادا کردید. بنابراین اگر خواهید که بلاها از سرتان دور شود، رحمت الله به شما نازل شود، از رحمت الله دور نشوید، الله شما را لعنت نکند، پس با خویشاوندان علاقه را پیوست کنید و اگر کنده باشید رفته از آنها عذر پرسید و سلام علیک کرده آنها را زیارت کنید. اگرچه آنها به این عمل شما جواب ردی بی‌زیب دهند هم قبول نکنند هم، شما علاقه را با آنها پیوست کردن گیرید. خیلی که در صحبت به تفصیل تر آیدی این بیان کردیم و در دیگر حدیث هایی که امام بخاری بعد این روایت کردن باز این مسئله ها را وسیع‌تر بیان میکنیم. الله اعلم. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.